بندرعباس مثل همیشه پر از زندگی. کشتی‌ها کنار اسکله لنگر انداخته بودن. کامیونا تو بندر رجایی صف بسته بودن، بار تخلیه میکردن. کارگرا عرق ریزون اما خندون کار میکردن. صدای بوق کامیونا، فریاد کارگرا، بوی نون تازه که از نونوایی بندر میومد. بچه‌ها با کیفای رنگیشون راهی مدرسه بودن. بعضی‌ها هم با شور و شوق داشتن از مدرسه برمیگشتن سمت خونه. همه چیز عادی بود. همه چیز همون جور که باید باشه. ولی زندگی گاهی بی هوا یه برگ دیگر رو میکنه. و بعد یه صدا، یه موج، یه انفجار که بندرعباس رو لرزون. قبل از اینکه بفهمی چی شده، فشار موج پرتابت میکنه روی زمین. چشمات پر از دود میشه. دنبال نفس کشیدن میگردی. صدا قطع میشه. انگار گوشات پر شده از یه صدای ممتد سنگین. کنار یکی افتاده بیهوش. یکی دیگه داد میزنه کمک میخواد. ولی اون لحظه ها هیچ کس نمیفهمه چی شده. فقط همه میخواستن زنده بمونن. 750 نفر زخمی شدن. و تعدادی هموطن که دیگه هیچ وقت به خونه هاشون برنگشت. بندر رجایی که قلب اقتصاد ایرانه حالا پر از دود، خاکستر و سکوت شده بود. حالا بریم چند سال عقب‌تر. بیروت، یه ظهر داغ تابستون. آدما مثل همیشه مشغول زندگیشون بودن. بچه‌ها مدرسه میرفتن، مغازه‌ها باز بودن. صدای خنده، بوی قهوه. بعد یهو همه چی عوض شد. 2750 تن نیترات آمونیوم بدون صاحب، بدون مراقبت، خاک گرفته توی یه انبار. و بعد یه جرقه، یه لرزش، یه فاجعه. %80 بندر بیروت نابود شد. 200 نفر کشته، 7000 نفر زخمی، 300,000 نفر بیخونه. فقط ساختمونا نبود که ریختن. امید، آینده، خنده های بچه ها، همه با اون انفجار دود شد. بندر رجایی و بیروت هر دو توی یه چیز مشترکن: سهلنگاری، بی‌توجهی به ایمنی، یه اشتباه کوچیک که بهای وحشتناکی داشت. بندر رجایی تعدادی کانتینر و انفجار با اون قدرت که تا چندین کیلومتر اون طرفتر هم حسش کردن. بیروت یه انبار به اندازه یک استادیوم ورزشی با نیترات آمونیوم. یه شهر نابود شد. بندر رجایی 25 کشته به همراه داشت. بندر بیروت 200 کشته. بندر رجایی منطقه بندر آسیب دید. بیروت پایتخت نصف شد. تو اگه اونجا بودی فکر میکنی چیکار میتونستی بکنی؟ تو کامنت ها برام بنویس. دلم میخواد بدونم نگاه تو به این قضیه چیه. حقیقت تلخه. فاجعه ها حاصل یه روز غفلت نیستن. حاصل سالها بی‌توجهی هن. سالها بستن چشم، سالها پشت گوش انداختن. ولی یه چیز قشنگ تو این حادثه تلخ بود. وقتی اون اتفاق برای بندر رجایی پیش اومد، بندرعباس تنها نموند. از تهران تا تبریز، از شیراز تا اهواز، کردستان، سیستان و بلوچستان، همه ایران با بندرعباس دلشون لرزید. دعا کردن و کمک کردن. چون ما یه ملتیم. چون درد یکی درد هممونه. زخم بندر رجایی بالاخره ترمیم میشه. ولی خاطرهش باید همیشه به یادمون بمونه که بدونیم امنیت شوخی نداره. که بدونیم زندگی چقدر شکننده تر از چیزیه که فکر میکنیم. اگه میخوای با هم این قصه ها رو بیشتر بشکافیم، اگه میخوای بدونی پشت پرده این فاجعه ها چیه، همین الان روی دکمه سابسکرایب بزن و ویدیو رو لایک کن. ماجراهای واقعی همینجاست. ممنون که تا ته داستان کنارم بودی. مراقب خودت باش.